فرهنگ فدراسیای روسیه و جمهوری ترکمنستان در تاجیکستان این تیزیسی برای انکشاف منبعی فوتیداد 139,000 نسخه از سلسله 50 جلده اختران ادب را فرا گرفتند. در این دوره مؤسسه‌های نشریه‌ای وزارت فرهنگ فعالیت خویش را ثمراناک برآورده داشته است. ماندن دستور سپارش‌های پرزیدنت مملکتی در پیامشان با مجلس عالی بیان شده بودند. تنظیم در می‌درآورده باشد در تاجیکستان وجود ندارد. ما سر این مسئله اندیشه کرده ایستادیم و آن حافظانی که در تئاتر چیزهای کسبی فعالیت دارند در آنجا همه شورای بدیعی است. همه سرود آهنگ از نظر شورای بدیعی می‌گذرد. ولی اساساً شما بفکرم درباره آن حافظایی میگید که فرض کردیم در نقلیات سرودهای آنها شنونده میشه یا در توی سرودهای شنونده میشه. ولی در مجموع در مؤسسه‌های دولتی این خیلی حافظان اساساً راه ندارند و مکانیزم نظارت فعالیتشان همون تهیه یک نظامنامه یا ترتیبات برای اقلا به حسابگیری در وزارت فرهنگ است و ما سر این مسئله اندیشه کرده ایستادیم، همکاری داریم با وزارت عدلیه و امید داریم که به یک نتیجه می‌رسیم. این مکانیزم است. وقتی که روزنامه شما تأسیس می‌کنید شما در وزارت فرهنگ نوبت میگیرید که من یک روزنامه تأسیس یافتم ولی وقتی که انسامبل تأسیس می‌یابد متأسفانه در قید نیست و فقط در انداز با قید گرفته می‌شود اندازش پرداخت می‌کند پاتنت می‌گیرد فعالیت می‌کند. یک مکانیزمی که وزارت فرهنگ وزارت سوای فرهنگ تأثیر داشته باشد متأسفانه نیست، مکانیزم نیست.